در بانگ خروس باز شوری دیگر است. از حسن رخ و ظهور نورش خبر است. از قافله صبح ندا می آید ای خفته ز جا خیز که وقتی سحر است. روز نوروزیتان بخیر و شادی باشد همدیاران عزیز و ارجمند مخلصان تلویزیون ورزش. گویند یاران همه جمعند هزاران همه جمعند، نوروز در آنجاست که یاران همه جمعند، یاران همه جمعند هزاران همه جمعند. امروز در جماعت زیرکی شهر کولوب هزاران نفر یاران به هم دوست قرین مهنتکشانی این جماعت از زمره عالمان و شاعران و نویسندگان، ورزشکاران، ساکنان بومی این محل به هم آمدند تا نوروز را استقبال بگیرند و تلویزیون ورزش هم آمده است که یک جایه با مردم مهنت دوست و مهنت قرین کولوب باستانی نوروز را استقبال بگیریم. و البته نوروز به خود سنت های خاص دارد و سنت اصلی و اصولی نوروز این آمادگی به آماده کردن غذا و تناول نوروزی است که البته از دست چیره زنها آغاز می شود و ببینید که یک زمره از زنها برای آماده کردن تفدان برای پختن نان و کلچه نوروزی آمادگی می‌بینند. یعنی رشته روز نوروزی محض از آماده کردن تفدان و خلیدن خمیر آغاز می شود که در اجرای این زنهای چیره دست می‌بینیم و به دوستان عزیز و ارجمند یک جایه ببینیم که این مردم در یک روز نوروزی خود باز چگونه عنعنه‌های نوروزی را اجرا میکنند. با ما باشید، ما این را برای شما نمایش میدهیم. خدا با نوروز فخر کردی و سال ما دیگه برسیم شامدین همه با سمتری و دههای پیش قدمی کارخوزی مخش آمده. دوستان عزیز، البته سنت های نوروزی زیادند و سنت اصلی و اصولی نوروز یعنی شروع کردن استقبال جشنواره نوروز با موسیقی است و مردم این محل همیشه روز نوروزی خود را، عید نوروزی خود را با زدن دف و دایره آغاز میکنند. یعنی صدای دایره و متنتنی و خوشحالی از آن گواهی میدهد که به این سرزمین نوروز دلافروز آمد. یعنی ما روز نوروزی خود را با موسیقی آغاز میکنیم که یک سالمان پر از فرح و شادی باشد. دوستان عزیز، چگونه که گفتیم یک روز نوروز از آماده کردن تفدان و خلیدن خمیر آغاز می شود و مسلم است که ورزشکاران در ردیف آن که هنرهای ورزشی دارند البته هنرهای انجام کردن سنت های نوروزی هم دارند و در نزد من سیاره بانو ایستادند و سیاره بانو هم در ردیف آن که خیلی به شمشیرزنی ذوق دارند باز هنرهای و پخت و پز رو هم خوب میتونن. همین است سریعا. بله، یعنی که این وقت شوق ورزشگری در دل من از خردی در دل من جا شده بود. من تلاش میکنم که همین کسب شمشیرزنی رو اساس کنم، چون که این کسب به من خیلی معقول است. شاید در آینده در جمهوری تاجیکستان یکی از شمشیرزنای ماهر شوم. ما اطمینان دارم که سیاره در آینده یک شمشیرزنی ماهر میشود و اما سیاره جان خوب در شمشیرزنی کو تصمیم داره یک شمشیرزنی ماهر شوی. خوب در پخت و پز چی؟ در پخت و پز هم هوس دارم. هوس داری؟ بله. اگر سیاره بانو که هوس دارد ما حال حاضر سیاره رو به نزد خاله های چیره دست روان میکنیم تا با آنها خلیدن خمیر برای ما و شما نشان میدهد. رفتیم سیاره. در تویو در نوروزی های چپاتی کار میه در این تری ورزشکارو این دخترک
همونو دختر خودم بوده سیاره جون با ایو هم کار میوه ایو را با قوت میکنه سیاره جون میکنی یگون نون روز که بگی قطیم برای چی شمشیرزن میشه؟ از سببی که همین کسب شمشیرزنی همین ورزش به من از خودی محبوب بود. از همین سبب من خواستم که یکی از ورزشگرها در جمهوری تاجیکستان شناخته شوم. از همین سبب و همین نمودی ورزش شوق و رغبت زیاد دارم. ورزشگری هم خوبه، هنرمندی هم خوبه. همین کارو را در خانه تون میکنی و میتونی تخت پز. بله. اینه که سیاره جون دخترم دیگه یک نون شکروست که نوبت خدر شمشیرزنی هم یک نمودی همین طرزی خمیل خریده مشقای میتونم دست یادم با قوت که باشه شمشیر زده میتونه دخترای حضیره همه کارا میتونه این اونه سیاره جون روز کردینه ورزش است. بله همین بانوی با قوت خمیر نقص خیلید او هم گویا که یک نمودی ورزش میشه چون که آسان نیست ارده با او ارالش کردن و تسمه کردن. خاله جان شوریدن همین خمیر چپاتی هم با مانند شمشیرزنی کمی هم مشکل بود است. بله چپاتی پذیر اول تا آخر در توی محرکو دوی میکنیم میگردیم خیلی شاگردا هم داریم نم دگونم همش شاگردان همش میپزن نورا میپزن سیاره جون تا با مانند همیو من خیلی هنرمند شد یاد میگیری بعد که یاد گرفتی مشکلی نداره. آسونه خیلی شمشیرزنی یاد گرفتی آسونه همین هم یاد گرفتی هم خیلی مشکلی نداره آسونه. خمیر یک 20 دقیقه دم میگیره بعد تنه سر میگیره دو نگل به اول ایرا لوشون بعد لوشن بکن ایرا هم بیو ما با سیاره بانو دعا میتیم که در آینده شمشیرزنی خوب شود و در آینده در جمهوری ما یکمین زنی شود که با شمشیر خودش فخر کند. ما میخواهیم که در هر یک همین معرکه‌های ما وای شود چپاتی پزی خوب شود زنی چپاتی پز شود هم ورزشگر شود چمپیونی جهان. باعث افتخار است که سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم جناب عالی همچنین سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. در اساس این وابسته به این از روی نقشه و چاره‌بینی های جماعت دهات زیرکی در این سمت یک قطار کارها تا امروز به انجام رسانیده شدند. از آن جمله 267 نفر زنان هنرمند مردان و زنان هنرمند بر روی خط گرفته شده همه روزه با آنها کاربری کرده می شود. باید قید نمایم که برابر این جوانان ما نیز برابر آنی که به ورزش مشغول میشن این چنین هنرهای به خود خاصی دارن. مثلا در جماعت دهات زیرکی بخصوص در دهه‌های سرازی بالا سرازی میانه در دهه بخت‌آباد جوانانی هستند که آنها هم ورزشگر هستند و هم طبق تراش هستند قشق تراش هستند مخبر تراش هستند. این از آن شهادت میدهد که به ورزش مشغول شدن هم نو بس از اونه که به ورزش مشغول میشن با یک هنر مردمی دارن. نوروز خود این دوستی است، نوروز این رفاقت است، نوروز به هم اومدن ها است، به هم همبستگی ها هست، نوروز این شادمانی است و از نو زنده شدن طبیعت رو آوردن به یک زندگی نو است. عید نوروز برای همه مردم شریف تاجیکستان مبارک باشد. ما اومدیم با حلقه زنان هنرمندی دهه سنگپر. خاله ماه قربان از نفرانی هست که همیشه کارهای این محله را انجام میکند و به ویژه در عرفه روزهای نوروزی کورپچه های نوروزی آماده میکند برای برگزار کردن
чорабиниҳои наврӯзӣ ва мусаллам аст ки кунҷидани пахта ва бофтани шероз ҳам аз ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб меравад ва имрӯз гулдухтарони варзишгар волейболбоздухтарони дастаи коллеҷи шаҳри Кӯлоб ба хотири он ки аз ин пирони рӯзгордида чизе биомӯзанд ба ин маҳфили мо ташриф оварданд ва ҳоли ҳозир ман аз Фарзона ва аз Мадина хоҳиш мекардам ки сараввал дар бораи мусобиқаҳо чанд мусобиқаи ширкатварзидаашон бигӯянд он гаҳ мепардозем ба он чизе ки дар ин ҷо апаи моҳқурбон барои мову шумо нишон медиҳад. Фарзона, дар кадом мусобиқаҳо иштирок кардӣ? ман дар мусобиқаҳои шаҳрӣ иштирок кардам, ноҳиявӣ иштирок кардам. Дар шаҳри Душанбе бошад, мо ҷои дуюмро сазовор гаштем. Боз дар Хуҷанд ҳам ҳамин хел иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирифтем. бисёр хуб. Мадина боно, чаро маҳз ҳамин касби волейболбозиро интихоб кардӣ? чунки ин касб аз кӯдакӣ ба ман маъқул буд ва вақте ки калон шудам интихоб кардам ки ҳамин касбро пеша барам. дар оянда мехоҳӣ волейболбоз шудан ё ки ягон касби дигарро интихоб мекунӣ? мешавад духтуриам, аммо боз волейболбозиамро мекунам, идома бисёр хуб. Фарзона, дар қатори волейболбозӣ аз ҳунарҳои мардумӣ бархурдоред? ман ҳунарҳои ҷуроббофӣ бошад, шерозбофӣ метавонам. бисёр хуб. шумо духтарако дар умратон ягон маротиб пахта шапидаед ё не? ман нашапидам. Не. ман шапидам. метавонед аз ҳамин ҳунар? бисёр хуб. акнун навбат ба шумо. ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки ба ин ду гулдухтараки варзишгари мо ҳунари пахташапиро нишон бидиҳед ва бифаҳмонед ки ин чӣ гуна аст. ما پختر اول که در همین دهه ما میکوریم نشون ما میابن خیلی کلونش میکنیم بعد میچینیم بعد محصولات زیوتی هستد که خمون میکنیم بعد هم خیلی پخته میکنیم ای پخته خیلی همه مطوع استثمار میکنیم پخته مخمون استثمار میکنیم با پخته کوپچه میکنیم کوپا میکنیم با عروسا را جهاز میکنیم با جمعه میکنیم کلتچه میکنیم همه همین محصولات خدمونه همین دهه چرا همین پخته رو به همین دستور قولی که میشپید؟ آخه نشبه می نمیشه و یکون چیز کلول مولو تایی میسته نمیشه. بسیار خوب. حالا من از شما خواهش میکنم اگه گل دخترکو را نشان بدید. مایلی آخه ما ایرا اخشتم من میگم ما دخترکو را مرحمت این دخترو اخشلو شبه بزن نتر. شما حالا بها بتکین میتوند مدینه یونی؟ دستورش میشه شلو یاد میگه دویانده. دویانده میشه و با یکون با هم تریش با پخته شبه موهید میشه و. شفا. خوب من از فرزانه هم خواهش میکردم. سخت بلد نمیشه پخته بشه. فرزانه والیبال بازی آسان است یا پخته شپی؟ هر دیش برای من آسان است. آسان است. خاله هنر دخترکا را بها بتین تونستن یا نه؟ میشوه. در آینده میشون. حاضرم کم باشن. آینده دا میشن شلو پخته شپای مهم میشون. دخترو سو میشن. خاله من دیدم که این دخترکا میمونن این چی نام دارن؟ پخته شپک. من این دختران ایرغای تیار میشوه ای. هر خیلی چوب نمیشوه چون ایرغای را خیلی ای جنگلو میرن پخته شپک میگن. خاله من دخترا میشپن و همین چوب رو میبردن. این اما شما باشید اندک میکشید یعنی این بچی خاطر است. یک مراتب دیگر میبینیم که خاله چگونه میکنه. اینا میشپیم که خیلی دیگر تید نشه. بسیار خوب. ممکن است من یک مراتب خوب شد یا نه؟ نه با فکر نشد. فرزانه با فکرت تو نیستم یا نه؟ نه؟ کم. واه. با گفتی شوره ورزش که انا گل. نه نشید. ما تلویزیون ما افطاری فوتبال نشون نتا. پخته شپی اصلا کاری زنانه است و یک کاری زنانه دیگر هم هست. در این گوشه نشستگاه ما شیرازبافی را از خاله سفرما دو گلدختر والیبال باز دیگر می آموزند در اون گوشه نشستند و من حال حاضر می روم جانب آنها و با آنها صحبت می آوریم که ببینیم خاله سفرما با گلدختران ما چگونه هنر شیرازبافی را نشان می دهد. چگونه یک ذکر کردم دو گلدختر ورزشکار ما یکی نگاره و دیگر شیرین ماه آمدن در این محفل ما که از اپای سفرما هنر شیرازبافی رو بیاموزند. این اصلا خیلی کاری نازک است و من فکر میکنم که
گل دختران اگر به این دست میزنن البته موفق میشن. اما قبلا میخواستم که درباره مسابقه هاتون شیرین ما و نگاره چند حرف بگوید. آخران مسابقه که ما رفتیم این ریگر بود. ما در آنجا صاحب جای دوم گشتیم و باز در آینده کوشش میکنیم که باز رفته جایهای نمایان رو اشغال کنیم. چرا محض همین کسب والیبال بازی رو انتخاب کردید؟ از کودکی هم با من معقول بود، برای همین. شیرینو؟ من هم از خردی هوس داشتم و در این کالج داخل شدم. باز در اینجا دسته دخترانه بوده اشتراک کردیم و بغیر از آن باز ما در آزمون‌های ناحیوی اشتراک میکنیم. در وقتی که ما در آزمون میریم در خطای ملی سزاوار جایهای یکم گشتم. در آنجا آشی بریده کردم. بسیار خوب. دوستان عزیز، شیرین ما آهسته آهسته صحبت ما را سر هنرهای مردمی آورد. خوب دخترکا یگان مراتب به همین تخته سر کار گرفته؟ نه؟ شیرین ما؟ بله. گرفته یگان مراتب؟ بله. از این هنر آگاهی؟ بله. بسیار خوب. نباشد من از خاله سفرما خواهش میکردم که نخست برای گل دختران ما نشان بدهد که این چگونه هست، بعد آنگاه دخترکان هم یک مراتب دیگر هنری خود را میسنجند. خاله کنی شرح دهید که چگونه است این کار؟ این شیروز پوچه برای زنان قریب میومد که ما همین را فراموش میکردیم. همین تخته و همین کارتور هم مثلا پرت افتیم. با این رحمت به همین جناب اولی که از سر نم احیا کرد، زنده کرد همین کاره، ما این بود سر کردیم. بسیار خوب است. اینها از چی بافته میشوند؟ اینها از رشته های هرزیله بافته میشود. ما این همین را میتنیم، میبافیم، در پوچه های خودمون میکنیم. بسیار خوب. این کاغذهاش از چی هستند؟ از کتاب. از پشت کتاب. رشته ها را از کجا میخرید؟ رشته را بازار میخریم. از بازار میخرید. خودتان رنگ نمیکنید رشته ها؟ میکنیم رنگ میکنیم. خاله سفرما شاگرد دارین؟ داریم شاگردا میآیند؟ در خانه میآموزید؟ در خانه. خب من دو شاگرد دیگر ما برای شما آوردیم. خواهش میکنیم از شما که برای اینها همین هنر را نشان بدهید. مرحمت. خب اول چی باید کرد؟ اینا کارت را میگردونیم. میگردونیم. کارت را گردونده و این کارت برای چی است؟ چه میزنیم؟ برای همین رشد اومدن همین. و در موبایل گل میپرتویم. همین شیروزده گل میپرتویم. از درون همین خودش کارت علیش میکنیم. گل میپرتویم. یعنی که وقتی که رنگ ها رو عوض میکنید این شیروزه در داخلش گل پیدا میشد. موبایل همیده گل پیدا میشد. بسیار خوب. این از همین کارت ها وابستگی کلان دارد؟ از عوض کردن وابستگی کلان دارد. آقای سفرما خواهش میکنم از شما که برای گل دختران ما یک مراتب. خوش دوستان عزیز، من چگونه که گفتم من نزد گل دختران میمونیم. من از شما خواهش میکنم که شما آهسته آهسته با دخترکا فهمونید. انا کارت را گردوندیم. کورچه بزاکا. انا سخت بزنه ترس. انا رشته را بگذارون. شیرین ما که گفت ما از این هنر برخورداریم. پرشه بله. پرشه. شروستی من شد. سخت بزن. انا ایره بو بگردون. انا رشته را. اگر این رشته را نگردونی شیروز گل نمیپرتوید. خب شیرین ما مشکل است؟ نه. نه. مشکل نیست؟ نه مشکل نیست. ممکن است در خونه با این کار سر کار گرفتن؟ بله. بعد از والیبال بازی؟ انا تیارش بعد الان خیلی تیار میشه و اینا. خوش. این طریق کردسته. از خاله خواهش میکنم. انا گردون. در هر یک زدن کارت کارت ها را گرداندن لازم است. کارت زدیم، بیشتر هم میگردونیم. ای پره بعد بو کارت میگردونی. این کارت تاب دارد بعد. در این خودش تاب دارد. سخت بزن. سخت بزن. نه ترسون. اشتراک بزن.
مشکل نبوده. مشکل نبوده هست ها؟ شدی پرشم کرد. حواست پیدا شد یا نه؟ والیبال بازی مشکل است یا که شیراز بافی؟ شیراز بافی. شیراز بافی؟ انا نگاه که تو بود کدیاکا کدی همین اشیده گل میپرتوی انا نگاه که انا سیاده که ایس میگذرونی و اینشه ایس میگذرونی انا بعد همی گل پیدا میشه خودش. اگر نتیجه گیری کنیم از این کار بعد چی حاصل میشود؟ شیروزه مکمل حاصل میشود که ما میخوایم اینا رو بفروشیم برای خودمون فایده بیاریم در کوچه‌مون بمونیم. بسیار خوب. اصلا حال حاضر استفاده میکنن نگار همین چیزا را؟ بله. زیبا هستن فکر میکنم. بله. از آن چیزهایی که صنعی هستن فکر میکنم این خیلی چیزی طبیعی است و اصلا هنری مردمی است. دوستان عزیز من ما در جماعت زیرکی هنرهای فراموش شده مردمی را دریافتیم که چگونه که خلای سفرما گفتن با ابتکارات سرور دولت که سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است این هنرهای مردمی دوباره زنده شدند و ببینید که زنان هنرمند جماعت زیرکی به چه کارهای قادرند و آنها به گلدختران ورزشگر ما هنر شیراز بافی را آموزانیدند و من فکر میکنم که همکنون این گلدختران ما در قطار طبیبی و در قطار کسبی والیبال بازی البته به این هنر مردمی دست میزنند. نگاره شیرین ما شما از این شیراز بافی چی دریافتید؟ ما یاد گرفتیم در آینده انشالله که استفاده میبریم. شیرین ما بعضی چیزا رو از اینجا دیدیم و چشم و ای پیش دیدیم و در آینده کوشش میکنیم که همین هنر رو از خود کنیم. خدای سفرما شما آماده این همین دو گلدختره که به حیث شاگرد قبول کنید؟ آماده ایم میشوند. اصلا امید هست که امید هست امید هست. من گلدخترات دعای نیکی پیر گرفتین من فکر میکنم که اکنون راهنمون میشوید به سوی شیراز بافی و یک هنر دیگر در قطار هنرهای دیگر شما جمع شد. دوستان عزیز محفل ما ادامه دارد و اکنون میرویم جانب دیگری محفل ما کو ببینیم که هنر سومنک پزی زنهای جماعت زیرکی در کدام سطح و پایه قرار دارد. این نوروز که نوروز جهانی است، نوروز صلح و صلاح و دوستی و برادری و خوشبختی انسان است. همیشه تنتنه زیبای نوروزی داشته باشد و واقعا امروز در همه جا تنتنه های نوروزی حکم فرما هست. مردم ما در نوروز چنین به نظر می رسد که گویا هستی خود را از نو احیا میکنند و این هستی البته هستی وطن بزرگ و عزیز تاجیکستان عزیز ما نیز می باشد. من صدقاً در این روز نوروزی از خیرد بزرگ سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان منادار هستم که نوروز تاجیکی را نوروز ما را مرتبه جهانی بخشید و باید ملت ما با این نوروز و با این تشبوس وطن دوستانه خودش را به کارهای بزرگ دولتداری آماده سازند و واقعا هم منزلت جهانی این ملت ما را نگهدار و نگهبان باشند. این سال جوانا سال ورزش هم بود، یعنی ورزشگران ما در دایره جهان توانستند که شأن و شهرت ملت ما را بلند بردارند. آنسان که معلوم است از میان جوانان جهان پهلوان های نو نیز به میان آمد که این باعث خوشبختی است و باید جوانان ما از منحمل سیاست خردمندانه سرور دولت همیشه منتدار باشند و این منتداری خود را با صداقت خود به وطن ثابت کرده توانند. نوروز مبارک، نوروز مبارک، نوروز جهانی، نوروز جوانی. باشید به هم نظر و دوست جانی، با شهد زبانی، با شکر امانی. روی چگل
در بری هم با غزل عشق، روی چگل در بری هم با غزل عشق، آغوش کشاید به هم با بغل عشق، ریزید به لب‌های محبت اصل عشق، از باده جمشید به هر یک محل عشق. نوروز مبارک، نوروز جوانی، باشید به هم یک نظر و دوست جانی، با شهد زبانی، با شکر امانی. اکنون ما در حلقه زنهای قرار داریم که آنها با آماده کردن آتله مشغولند و گلدختران ما هم آمادند تا ببینند که آتله چگونه آماده کرده می شود. اما من گمان دارم که چون دختران حقیقی کولابی آنها از آماده کردن آتله برخوردارند. خب دخترکا شما میتونین آتله را آماده کردن؟ اگر میتونین مرحمت کمک کنین به زنها، من دیگ، من خمیر، من تجهیزاتی که آتله آماده میکنن. بیا رفتیم. چند نمودی تونو کردنی آتله است؟ چند نمودش است؟ 3 نمود. نه این خیلی میپیچونه، برای نمو 3 نمود داره آتله کنی. انا که کلی من نو شاگرد نو در معرکه اومده ایزا میکشه میگه. خب دخترکا شما ایزا نمیکشید؟ اگر ایزا نکشید من خواهش میکنم که شما حال حاضر همین تشبوس به دست بگیرین. ما از اپا خواهش میکنیم که دخترکا را نوبت بتن. کنی؟ دیده بودم در خونه، بیبی هم میکرد، مادرم میکرد. خوش. خوش. این خیلی به مرا آورد، حیرت آورده. اینجا یک گروه از زنهایی که یک عمر به این کار سر و کار دارن ایستادن، همه به هنری بانو ورزشکاران ما بها میدهند. خوش. خلا شما بها بدید که از عهدهش برآمده ایستاده کاری کنه که امو خمیرش پاگیزه ببره، شونه کنه تیتپین میشوه. امو خمیر که راست برید خشرو برید نگیرید استه میکنی نه رنگی این باری موی سر باری میشوه. خوب اکنون نوبت شیرین. واو آفرین. 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 اکنون نوبت شیرین ما. این گلدخترکان ما در قطار والیبال بازی. خوب خشرو میتونسته دختر. دیده که تنها ورزشگری را نمیتونن، اینها هنر خوب آتله کنی هم دارن. خوب اکنون نوبت نگاره. آفرین. خوش. اکنون هنر نگاره را میبینیم. قریب که ایوتای بریدم برامن. خوش. کم تره کلونتر برید کوشش میکنه. کوشش داره غیرت. آوه. حالا این کس همین ضربزن اساسی همین دسته والیبال بازان که هست، همین کلانتر برید. دوستان عزیز فکر میکنم که همه گلدختران ما از عهده بریدن خمیر، آش بریده برآمدن، مثل آنه که در میدان والیبال باز خوب هستند. من فکر میکنم که هنرمندی خوب هم خواهند شد. اکنون این جانب دیگ میبریم. با کمک گلدختران ما آتله علیقترش آش بریده ما آماده شد و چگونه که خاله چیردست ما میگویند اکنون تنها همین مانده که ما اینا در طبق برداریم و نوشی جان کنیم. خاله من خواهش میکردم خب شما بگوید که دخترکان ورزشگری ما از عهده بریدن آش توپه و آماده کردن همین در مجموع برآمدن یا نه؟ خش رو برآمدن، غیرت دارن، قوت دارن، نه ترسیدن نه لرزیدن. انشالله به امر خدا ایماده گذرا میشوند. آفرین. اکنون دوستان عزیز در این دیگ سومنک آماده شده ایستاده است و گلدخترکان میخواهند که هنر خود هم در اینجا نشان بدهند. اما
ما و شما خوب میدونیم که اصلا در روند پختن سومنک و آماده کردن سومنک اصلا سرود سومنک خوانده می شود و گلدختران ما آماده اند که در اینجا سرود سومنک بخوانند. اما قبلا من از آنهایی که سومنک آماده میکنند میخواستم درباره چگونگی آماده شدن سومنک بپرسم، زیرا در اینجا باز بعضا سیرهایی هست که فکر میکنند که دانستنش از فایده خالی نیست. خب چی سیر دارد همین سومنک؟ وقتی که ما سومنک در دیگ میدوزیم 7 سنگچه میپرتوییم برای جوانان با آرزو و هوسشون رسیدن. همین سومنک وقتی که آماده شد و پختک و مراد دیگه همین خیل کرده کاولیزه در کاولیزشون سنگچک اومدن با مراد گفتگیشون میرسن. یعنی دخترکان دختران بچه ها دختران مراد چون حاصل میشه وقتی که سنگچه به همون درونی کاولیزی سومنک به دستی و غلطی. یعنی من فهمیدم اگر گل دخترکان در این جا در این دک اگر در قاشق آنها سنگچه پیدا می شود پس آماده باشند که این نوروز بخت آنها کشوده می شود. فهمیدم نباشد من از فرزانه خواهش میکنم که فرزانه سرودی سومنک میخواند، فرزانه ورزشگر میکوبند و از گل دختران دیگر هم خواهش میکنم که با امید بکوبند. فرزانه رفتیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک بوی بهاره، سومنک زیبی دیاره، براری کاری دهخانه، ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک عجب شیرین ای درونش کمی خمیره، سومنک زیبی دیاره، ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. آفرین دوستان عزیز، چون فرزانه سرود سومنک میخوان شیرین ماه در این داخل سنگ میکوبد. کو ببینیم یافته است یا نه؟ کو شیرین ماه یافتی یا نه؟ کنی بلند بردار. خوب دوستان عزیز، آفرین. من دوستان عزیز یک کفکوبی میکنیم به خاطر بختی کشوده شیرین ماه. من یک سنگچه که چگونه که در اینجا ذکر کردن اگر گل دختران سنگچه میابند پس بختشون کشوده میشود. اطمینانم کامل است که خوب در همین ایام های نوروزی در خاندان شیرین ماه توی تماشا شود. من سنگچه مبارک باشد. دوستان عزیز اکنون ما می رویم جانب دیگری گوشه تأسیس داده‌مون کو ببینیم هنرمندان دیگر در آنجا برای ما و شما چی پیشنهادی دارند. مژده نو فصل بهاران رسید، خندکنان غنچه خندان رسید، از نفسی شید درخشان رسید، بر قدمش چکری و تاران رسید، بلبلی شوریده غزلخوان رسید. بلبلی شوریده بداد این سلام بر بلبلی صاحب خرام، چرخی سرا گشته رسد بر نظام. یعقوب غم کشته بگفت این کلام، یوسف گم گشته به کنعان رسید. بار دیگر همه شما عزیزان دل را، همه شما مردمی بی‌نظیری بزرگ معرفت پرور ملت تاجیک را به سال بزرگداشت نوروز جهانی نوروز 2018 سال 2018 از صمیم دل تبریک و مبارکباد میگم. بگذار هر روزتان نوروز باد و نوروزتان پیروز باد. اکنون ما از سر دیگ سومنک آمدیم سر خانی هفتچین و هفتچین و چگونه دیده استودید بانو ورزشکاران ما هم آمدند که تا در اینجا ما یک جایه ببینیم که این خانی هفتچین و هفتچین از چی عبارت است. خب فرزانه میدونید که هفتچین و هفتچین از چی عبارت است؟ بله. از چی؟ از سیب، خوش، سکند، خوش، سیر،
خب سمنک، سبزی، سامبوسا، سیپند. بسیار خوب. هفشین چی؟ کی میدونه هفشین از چی عبارت است؟ شیر، شم، شونه، شکر، شیر برنج، شیرینی. من از دخترکان خواهش میکردم که همین دسترخوان هفشین رو اکنون تهیه کنم و درستیش. بر سروری عالی مقام، بر شعر و هم صوت و کلام. بر سروری عالی مقام، بر شعر و هم صوت و کلام. دارم تو را من احترام، جان تاجیکستان زنده باش. دارم تو را من احترام، جان تاجیکستان زنده باد. خلقت همیشه سر بلند، بر علی عالم دل پسند. خلقت همیشه سر بلند، بر علی عالم دل پسند. شیرینیت بر مثل قند، جان تاجیکستان زنده باد. بر مثل قند، جان تاجیکستان زنده باد. ما در حلقه پیران خرد و ورزشکاران نامی شهر کولاب قرار داریم. همراه من سوربان لطیپوف است. سوربان لطیپوف 4 کرات چمپیون تاجیکستان و اشتراکچی مسابقه های قهروی و فراجهانی می باشد. سوربان جان، آخران مراتب در کدام مسابقه اشتراک کردی؟ اخیران مراتب در کوبوک جهان در شهر استانا اشتراک کردم. در کوبوک جهان سزاوار جای دوم شدم و در چمپیونات جهان که در فدراسیون روسیه در شهر سوچی برگزار گردید در سال 2017 در آن چمپیونات جهان اشتراک کردم، سزاوار جای سوم شدم. بسیار خوب. سوربان جان، مردم تاجیک عنعنه خوبی دارن که به هر کاری که شروع کنن از پیران روزگار دیده دعا میگیرن. قبل از اونه که به سفر میبرآمدی به مسابقه همین کار انجام میکردی؟ از کی دعا میگرفتی؟ پیش از که به مسابقه های خود جمهوری باشد، خود بیرون از جمهوری باشد، اولین کاری که ما میکنیم از پیران سالان دعا گرفتن است. ما با دعای کلانترا میسبزیم. بسیار خوب. سوربان جان، از نوروزی همین آمد نوروزی اصلا روح و الهام گوشتنگیران را زیاد میکند. خب چگونه احساس داری به آمدن نوروز؟ یک احساس خرسندی است برای ما که ما در میدان ها گوشتی میگیریم، ما پیران سالان و مقصد دعا میگیریم. یک الهام تازه بود برای ما مقصد. سوربان جان، در درویشخانه های تاجیکستان اشتراک میکنی؟ بله، من نو در راحتی جام نوروز جمهوری تاجیکستان را به دست آوردم که در ناحیه حصار من در آنجا اشتراک میکنم. در این روزهای نوروزی با ورزشکاران با مردم چی تمنیات داشتی؟ من از فرصت مناسب استفاده بوده تمام ورزشکاران جمهوری تاجیکستان و مردم جمهوری تاجیکستان را و فرارسی جشن نوروز بین المللی تبریک و تهنیت میگویم. چگونه که اشاره کردم، ما در حلقه پیران خرد آنهایی که همیشه با ورزشکاران جوان دعا میدهند نشسته و من از پیر خرد از بابای محمد الله خواهش میکردم که با سوربان جان و دیگر ورزشکاران دعا بدهد، چون که در پیش ما را مسابقه گوشتینگیری انتظار است. باشد که با دعای این پیران خرد این جوان مردان موفق شوند. مرحمت بابا. اله آمین. دعا میکنم که پروردگار شماره همین ورزشکاران در جمهوری تاجیکستان زیاد شود، پرچم بردار جمهوری تاجیکستان شوند، به همه مراد مقصد دنیوی برسند، سلامتیشان خوب باشد، صلح و صلاح باشد، همین خیل چاره‌بینی ها پرمضمون و ترتیب گذرانده شود. آمین. الله اکبر.
دوستان عزیز، اکنون ما آمدیم به یک گوشه که در اینجا اصلا جوانان جمع آمدن به خاطر اونه که نبرد گوشتینگیری داشته باشند و هم نبرد بندکشی. و ما و شما خوب میدونیم که سنت های بزرگ نوروزی از گوشتینگیری و هم بندکشی عبارت است که در اینجا اصلا جوان مردان قوه و توان خود را میسنجند. من در اینجا دو دسته الکی آماده شده است. یک دسته محله کارزی پایان و دیگر دسته شهر کولاب و باز هم دو دسته های دیگر آماده شدند. حال حاضر ما برای آنها البته یک توفه هم تأسیس دادیم و شرط چنین است. البته بندکشی هم شرط قاعده های خود را دارد. من اگر دیده استودید در میانه بندی میکشیده یک اشاره و یک نشان هم هست که اینجا یعنی این بند به دو قسمتی درست جدا شده است. من دیده استودیم و این خطی که در اینجا میبینیم این بند اشاره آن است که هر دسته که بازیگر اولش پایش از همین خط میگذرد این دسته باخت شده حساب میخورد. بچه‌ها شما تیارین؟ بند را گرفتیم، آماده میشویم، بند را گرفتیم، سراسیمه نمیشویم، فقط با اشاره من قرار یک لحظه بیا این در بالای همین خط باید باشد. قاعدهش همین است. خب من بند رو میقپم، چون سه گفتم ما شروع میکنیم و من از مخلصان خواهش میکنم که دستگیری میکنیم. 1 2 3 شد. قبول. آفرین. سراسیمه نمیشه. در نبرد اولی ما بچه های دسته شهر کولاب غالب آمدن. اکنون دسته محله زیرکی و محله سنگپر با هم حرب میکنن. ما و شما شاهد آن میشن. خواهش میکنم بند رو اندک بردارید. من از میانه آن میقپم بعد درستی که هست. خوب قاعده همین است. آماده باشین. 1 2 3 شد. اکنون در مسابقه ما مرحله نهایی فرا رسید. یعنی دسته شهر کولاب غالب دور اول و دسته محله سنگپر غالب دور دوم با هم در فینال با میخورند و حال حاضر میبینیم که کی صاحب انا همین توفه میشود. بچه ها آماده این؟ بند رو اندک برداشتیم. خب نه خب من خواهش میکنم اینجا همه چیز از روی قاعده و قانون است. اندک این طرفتر خواهش میکنم. سراسیمه نمیشویم. نه کنترک 1 2 نه من سه نگفتم بچه ها. من سه نگفتم. خواهش میکنم دوستان عزیز، اینجا یک قاعده دیگر هم هست. اشتراکچیان مسابقه حتما باید 5 نفری باشند، حتما. و اگر در اینجا خطا و سهو رخ میدهد حتما اون دسته به باخت مواجه میشود. و ببینید که حال حاضر این اشاره بند از این خط گذشته است، پس نادرست است. پس اندک شما باید این طرف. نه بچه‌ها کم ترکک. آغاز میکنیم. 1 2 3 بسیار خوب. چگونه که شاهد گشته در این مسابقه ما دسته محله سنگپر، همون محله که در اینجا چورابینی نوروزی برگزار میگردد، غالب آمدن و بسا رمزی است که البته این بچه ها در همه کار فعالند. ببینید که یک نوروزی محتشم در اینجا تهیه کردن این مردم و البته در این مسابقه غالب شدن. بچه ها برای شما مبارک باشد. من میخواستم بگوید که شما همین نوروزی ها را چگونه استقبال میکنین؟ ما هر نوروزی همین چورابینی رو اجرا میکنیم. ما در نوروزی ها بندکشی، گوشتین تشکیل میکنیم. بسیار خوب. عملاً برای شما مشکل بود غالب آمدن؟ نه ما بسیار وقت ما خوش شد از این بازی که ما را شما گذراندید این بازی رو. حالا حاضر اگر از اون جانب 6 نفر هم که مونیم شما غالب میوین؟ البته. من از رئیس جماعت زیرکی محترم حسنیدین زردیف خواهش میکردم که همین توفه رو به غالبان این آزمون ما بسپاره. یک کفکوبی مبارک باشد. یک کفکوبی میکنیم. مبارک باشد. اکنون همه به میدان گوشتین. ما نوروزی ورزشگران رو هر سال در شهر کولاب برگزار می‌نماییم و تا امروز همه گونه ورزشگران
ҳамаи варзишгарон ба ҳама гуна варзишҳо ҷалб шуда то имрӯз 510 медал варзишгарони мо ба даст оварданд ки аз инҳо беҳтаринҳо ҷои ба тӯҳфаҳо ҳамавақт сарфароз гардонида мешаванд ва қадрдонӣ мегарданд ва инчунин дар ҳама гуна мусобиқаҳое ки суннати хоси наврӯзӣ аст, яъне гӯштингирӣ, бузкашӣ, бандкашӣ, дигар ваёе ки ҳастанд суннати наврӯзӣ ҳастанд ва ин яке аз суннатҳои ниёгони мо ҳастанд. Варзишгарони мо рафта иштирок менамоянд. Ман аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми варзишгарон ва тамоми ҷавонони ҷумҳуриро ба иди Наврӯз, ба омади баҳори Хуҷастапай табрику муборакбод менамоям ва дар корҳояшон, дар машқҳояшон ва дар тамоми фаъолияти рӯзмарраашон бурдбориҳо хоҳонам. дӯстони азиз, мо дар ин ҷо як мусобиқаи вазнабардориро таъсис додаем ва чӣ гуна дида истодаем ҷавонони хело ҳузар дар ин ҷо омода ҳастанд ки дар ин мусобиқа иштирок кунанд. хуб бачаҳо, ман аз шумо хоҳиш мекунам, мана ин ҷо як вазнаи 16 килограмма истодааст. хоҳишмандон барои ғолибон дар он ҷо тӯҳфаҳо таъсис дода шудааст. ман хоҳиш мекунам касе ки ҳунари вазнабардорӣ дорад исми худо муаррифӣ кунад. мана майдон аз далер аст. ки хоҳишманд аст? биё аввал чӣ ном дорӣ? ҳакимов кароматло. Кароматло аз куҷо ҳастӣ? аз деҳаи корези поён. сар мекунем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 як ҳафтумӣ мекунем. офарин 20. аз деҳаи сангпар қиёмиддин. маромад қиёмиддин. майдон аз далер аст. вазна аст туз. маромад. 1 2 ҳама каса ҳисоб мекунем. 3 4 5 6 7 8 آفرین آفرین یک هفتومه میکنیم قیامدین. آفرین آفرین مرحبا. خوب نوبت به سفر از دهه سنگپر رفتیم. حساب میکنیم همه کسا. چیل حساب چیل سفر 40 مراتب وزنه رو برداشت. باز کی؟ بابا جان از سنگپر. ببینید بچه های سنگپر خیلی فعالن. همه کسا حساب میکنیم. 1 2 چیل دو نفر صاحب چیل خالی شدن. درست بود دوستان؟
حساب ما درست بود یا که یگان نفر زیاد برداشت؟ درست بود. من یک تکلیف دارم، بین هر یمین ها مسابقه را تشکیل کنیم. کدام زیادتر برداشت توفه از همون کس. بابا جان مرحمت دستگیری میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. سلامت باشی بابا جان. تشکر. نوبت از سفر. مرحمت. یک کفکوبی میکنیم به خاطر بابا جان. سفر علی مرحمت. اکنون به خاطر سفر علی کفکوبی میکنیم. مرحمت. حساب میکنیم همه یک جویا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. کفایه سفر کفایه 31 شد الکه. سلامت باشید. تشکر. بیا سفر. دوستان عزیز، غالب آزمونی وزنه‌برداری امروزه ما سفر علی از دهه سنگپر. مبارک باشد. من خواهش میکنم توفه را برای سفر تقدیم کنیم. خواهش میکنم. مبارک باشد. یک کفکوبی میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. دوستان عزیز، اکنون نوبت به گشتین ملی، سنت اصلی و اصولی نوروزی خجستپی. مسئله نوروز بین المللی در جماعت دیوت زیرکی با یک شکوه شامت خاصه قید می‌گردد. امسال نیز طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاه و نقشه چهاربینی جماعت دیوت زیرکی نوروز بین المللی را ما در همه دیوت حدود جماعت تجلیل می‌گیریم و امروز ما شاهد جشنگیری نوروز در دهه سنگپر بودیم که به واسطه در این روز هنرمندان و ساکنان دهه سنگپر و جماعت دیوت زیرکی ویستافکای هنرهای مردمی تشکیل کردند که از این کار در پیام امسال سرور دولت که سال 2018 را سال هنرهای مردمی رشد سیاسی و هنرهای مردمی قید کردند و مردم جماعت دیوت زیرکی از این اقدام سپاسگزارند. چون چهاربینی ورزشی در حدود جماعت و قبیل گشتین‌های گشتینگیری ملی بانکشی و دیگر نمود مسابقه‌های ورزشی برگزار می‌گردد. این سال نیز این یکمین ورزش نیست. ما در روزهای نزدیک باز در دهه دیگر دهه‌ها گشتین‌های چون نمود گشتین‌ها برگزار می‌گردد و دیگر نمود شورابینی‌های نوروزی هم داریم. از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم شرفمند تاجیکستان را با فرارسی نوروز حجازتپی تبریک میکنم و مینداری اهل جماعت دیوت زیرکی را با محترم جناب عالی پیشوای ملت امام علی رحمان رساندنی هم که با شرافت این کس ما نوروز را در یک فضای صلح و ثبات قید میگیریم.
دوستان از ارجمند، یک روز نوروزی که با اهل ساکنان مهنت‌قرین جماعت زیرکی داشتیم آهسته آهسته نقطه پایانی خود را دریافت و در فرجام این برنامه تهیه کرده با صدارت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب و بخش جوانان و البته با صدارت جماعت دهات زیرکی اظهار سپاس خود را میرسونیم و گفتنی هستیم که چون امروز خوش گذشت و البته امیدواریم که روزهای فردا و پس فردای دیگر هم خوش خواهند گذشت. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. نوروزی خجسته برای همه مخلصان عزیز تلویزیون ورزش مبارک باشد. اهل ایجاد تلویزیون ورزش از شهر کولوب از جماعت زیرکی برای شما پیام نوروزی داشتیم. نوروز مبارک باشد همدیران عزیز و ارجمند.